بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه سلسله دروس دوره نقد الحاد و تحلیل و تجزیه اصول ملحدین به جلسه دوم رسیدیم. در جلسه اول مسائلی از قبیل شناخت پدیده الحاد، تعریف الحاد، انواع الحاد و همچنین تاریخچه الحاد رو مورد بررسی قرار دادیم و در این جلسه انشاءالله در رابطه با اثبات وجود الله متعال و دلایل وجود الله متعال سخن خواهیم گفت. از اونجایی که شما مطلع هستین، ملحدین همیشه علاوه بر این که وجود الله متعال رو زیر سوال میبرن، صفات الله متعال رو هم مورد شک و تردید قرار میدن. یعنی هم روی وجود الله متعال شبهه مطرح میکنن، وجود الله متعال رو انکار میکنن و همچنین میبینیم که صفات الله متعال رو هم زیر سوال میبرن. در این جلسه انشاءالله در رابطه با دلایل وجود الله متعال سخن خواهیم گفت. در رابطه با اینکه چه دلایلی در رابطه با اثبات وجود الله متعال هست صحبت خواهیم کرد و از قوت و وضوحی دلایل سخن خواهیم گفت که این دلایلی که ما مطرح میکنیم چقدر قوی هست و چقدر این دلایل واضحی می باشه. چون که گفتیم ملحدین یا وجود الله متعال رو انکار میکنن یا با شبهاتی که دارن میخوان وجود الله متعال رو زیر سوال ببرن و همیشه ادعایشان همین است که ایمان به خدا یک خرافه هست، خرافی بدون دلیل. اما ما در این جلسه انشاءالله ثابت خواهیم کرد که نخیر، ایمان به وجود الله متعال مبتنی بر دلایل بسیار قوی هست و ما برای اثبات وجود الله متعال دلایل بسیار قوی داریم که انشاءالله ارائه خواهیم کرد. اما قبل از اینکه ما به دلایل بپردازیم، لازم است که یک سری مقدمات رو پیشاپیش بیان بکنیم. یعنی مقدمات دلایل اثبات وجود الله متعال چه می باشه؟ مقدمه اول، انسان فطرتاً گرایش به طرف ایمان به الله متعال داره. یعنی در فطرت و نهاد و ذات انسان توجه به سوی یک ذات بسیار قوی و مقتدر و توجه به سوی الله متعال وجود داره. این اولین و مهمترین مقدمه هست که الله متعال انسان رو بر اساس فطرت سلیم از شرک الله متعال انسان رو آفریده. چون که الله متعال می‌فرماید فاقم وجهك للدين حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. الله متعال انسانها را بر اساس فطرت خداجو و خداپسندانی آفریده و در نهاد همه انسانها فطرتاً ایمان به الله جل جلاله وجود داره که انسانها وجود الله متعال رو در قلب خود احساس میکنن و باور دارن به ذات الله متعال بدون اینکه نیازمند دلیل باشن، نیازمند مطالعه و تحقیق باشن، هیچ نیازی بی ندارن، اما در قلب خود وجود الله متعال رو احساس میکنن. شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرماید الاقرار بالصانع فطری ضروری بدیهی. اعتراف و باور داشتن و عقیده داشتن به وجود خالق یک مسئله فطری هست که در فطرت انسان گذاشته شده. ضروری یک چیزی هست که فی البداهه انسان این رو متوجه میشه، نیازی به دلیل و استدلال حتی نداره. بدیهی آشکار و واضح هست. لا یجب ان یتوقف علی النظر والاستدلال. نیازی نیست که ما حتما دلیل ارائه بکنیم برای وجود الله متعال. نخیر، الله جل جلاله بدون دلیل، بدون استدلال، الله جل جلاله در نفس تمام انسان ها وجود داره. همه قائل به وجود الله متعال بر اساس فطرت خود می باشن. ای که فطرت خراب میشه، یک کسی میاد برای الله متعال شریک قائل میشه، یا فطرت خراب میشه کسی وجود الله رو انکار میکنه، یک امر ثانویه و بعدی است. وگرنه در ذات تمام انسان ها ایمان به وجود الله متعال وجود داره. چون که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است کل مولود یولد علی الفطره. هر طفلی که به دنیا میایه بر اساس فطرت توحیدی به دنیا میایه. فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه. این پدر و مادرش هستن که رو یا یهودی میکنن یا مجوسی میکنن یا مسیحی میکنن یا ملحد میکنن یا هر
عیب و ایراد دیگری که در ادیان وجود داره در او داخل میکنن. پس مقدمه اول ما شد که ایمان به الله جل جلاله در فطرت انسانها وجود داره و انسانها فطرتاً خدا پرست و خداجو و خدا طلب می باشند. مقدمه دوم، گاهی اوقات احتیاج به دلیل هم پیدا میشه. یعنی ما برای شناختن الله جل جلاله اولا نیاز به دلیل نداریم، چون در فطرت ما هست، اما گاهی اوقات مجبور هستیم که دلیل هم داشته باشیم. چه زمانی؟ زمانی که فطرت انسان فاسد شد، اون موقع باز نیازمند دلیل هم هست. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرماید که ایمان به الله جل جلاله اگرچه که برای کسایی که دارای فطرت سالم هستن یک امر بدیهی و واضح و آشکار می باشه، اما بعضی دیگه از مردم نیازمند دلیل هستن. چرا؟ به خاطری که گاهی اوقات انسان فطرتش خراب میشه و نیاز داره تا دلیلی برای او ارائه کرد و برای او یک اطمینانی پیدا بشه. گویا که با دلیل انسان یقین او پخته تر میشه. چون که حضرت ابراهیم علیه السلام قبول داشت که ایمان پس از مرگ زندگی وجود داره، این رو قبول داشت، اما خواست که این رو با چشم خودش مشاهده بکنه. رب ارنی کیف تحیی الموتى، خدای ما نشان بده که چطور مردار زنده میکنی. قال اولم تؤمن، آیا تو باور نداری، یقین نداری؟ قال بلا، ایمان دارم، باور دارم، ولکن لیطمئن قلبی، بخاطر که قلبم آرامش پیدا بکنه. پس گاهی اوقات در فطرت انسان خرابی پیدا میشه و نیازمند دلیل هست. وقتی که دلیل برای او پیش کرد، اون موقع باز یقین برای او پیدا میشه. چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودن که کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. یعنی در اصل همه فطرتاً خداجو و خدا طلب هستن، اما گاهی اوقات پدر و مادر هستن که فطرت انسان رو خراب میکنن. در این زمان کنونی که ما هستیم، متاسفانه از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، نظام‌های آموزشی مادی‌گرایانه‌ای که وجود داره، همه اقدر سر جوانان مسلمان شبهات وارد میکنن که ما باید برای جوانان مسلمان دلایل اثبات وجود الله متعال رو معرفی کنیم تا بدانن و واکسینه بشن در مقابل این همه هجمات شبهاتی که علیه الله جل جلاله مطرح میشه. خب پس بیان کردن دلیل برای چه فایده، یعنی چه فایده‌ای داره، برای چه کسایی فایده داره؟ اولا برای کسایی که فطرتشان فاسد شده، برای اونا فایده داره. دوما به خاطر حفاظت کردن جوانان مسلمان و عقیده اونها در برابر شبهات. و سوما فایده چی است؟ به خاطر تقویت ایمان هست. وقتی که انسان چیز رو با دلیل قبول کرده باشه، اون موقع به ایمانش افزوده میشه و ایمانش قوی‌تر و پخته‌تر میشه. این بود مقدمه دوم که گاهی اوقات انسان ها نیازمند به دلیل هم میشن. اما مقدمه سوم، ما باید از دلایل قرآنی استفاده کنیم. در قرآن کریم دلایل منطقی بسیار زیادی بر اثبات وجود الله متعال وجود داره. ما باید به دنبال دلایل قرآنی باشیم، نه به دنبال دلایل فلسفی و کلامی بسیار پیچیده، مقدمات فلسفی و پیچیده. نه خیر، دلیل باید بسیار واضح و آشکار باشه، مقدمات باید بسیار واضح و آشکار باشه تا به یک نتیجه مطلوب برسه. ما باید از دلایل قرآنی کار بگیریم. لازم به ذکر است که دلایلی که در قرآن کریم مطرح شده عموما دو نوع هستن. یکی دلایل خبری محض هستن، دلیل خبری است، و یکی دیگه دلایل عقلی هستن. دلایل خبری مثل چی؟ مثل که الله متعال در رابطه با اوصاف بهشت و جهنم آیات رو ذکر کرده، یا در رابطه با امتهای گذشته سخنانی گفته، یا در رابطه با اتفاقاتی که در آینده انجام خواهد گرفت حرفای زده الله متعال. اینها دلایل خبری محض هستند، نه در اینها دلایل عقلی وجود نداره. اما بعضی دیگر از دلایلی که در قرآن و آیاتی که در قرآن آمده، اینها دلایل عقلی هستند که الله جل جلاله عقل مخاطب رو چیکار کرده؟ عقل شخص رو مورد خطاب قرار داده و او رو به تفکر و تأمل واداشته. مثلا الله جل جلاله در قرآن کریم میفرماید ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا اینها از هیچ چیز آفریده شدن یا که اینها خودشان رو آفریدن؟
ام خلق السماوات والارض، آیا اینها آسمان ها و زمین رو آفریدن؟ یعنی الله جل جلاله در این آیه یک دلیل عقلی بسیار خوبی رو به کار میبره که آیا انسان از هیچ چیز آفریده شده؟ یعنی آیا امکان داره که اینطور ذات انسانی از هیچ چیزی به وجود بیایی؟ خب محال است که یک انسانی از هیچ به وجود بیای، این خب محال است. این داره الله عقل ما رو مخاطب قرار میده که کم فکر بکن که آیا امکان داره که یک چیز از هیچی به وجود بیای؟ انسان از هیچی به وجود بیای؟ این جهان هستی با این همه گستردگی و پهناوری که داره از هیچ چیز به وجود بیای؟ آیا چنین چیز امکان داره؟ نه خیر، محال است. بعد در ادامه چی میگه؟ ام هم الخالقون، یا که اینها خودشان رو آفریدن. آیا انسان خودش رو میتونه بیافرینه؟ نه خیر، باید کسی باشه از بیرون که انسان رو بیافرینه. خود انسان خود نمیتونه که بیافرینه. پس خودش یک دلیل عقلی است. یا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اینا به شتر نگاه نمیکنن که چطور، به چه شکلی آفریده شده، به چه شکل عجیب و غریبی، چه اوصاف عجیبی داره. و الى السماء کیف رفعت، با آسمان که چطور بلند افراشته شده. و الى الجبال کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت، زمین چطور پهناور شده، کوهها چطور اینطور محکم قرار داده شده، نصب شده. اینا همه دلایل عقلی است. همه اینها دلایل عقلی. به این خاطر مسلمان برای اثبات وجود الله متعال باید بره به سراغ دلایل قرآنی که از قرآن کریم استدلال بگیره. البته این دلایل قرآنی رو باید به شکل منطقی انسان ارائه بکنه. اما دلایلی که فلسفی و کلامی است، بسیار پیچیده، مقدماتش پیچیده است، گمراه کننده است، واضح نیست. دلایلی که در قرآن کریم ذکر شده بسیار واضح است، بسیار قوی و آشکار می باشه. بی خاطر سلف صالح و بزرگان دین ما همیشه در مناظراتی که با ملحدین داشتن سعی میکنن که از دلایل قرآنی استفاده بکنن. چرا؟ چون مقدمات دلایل قرآنی بسیار واضح، فطری و عقلانی می باشه. هم برهان اونها قوی هست و هم بیانش واضح و آشکار می باشه و همچنین با فطرت سالم هم سازگاری داره. این شد مقدمه سوم. چی بود مقدمه سوم؟ این که ما از دلایل قرآنی کار بگیریم. اما مقدمه چهارم، همین از دلیل قرآنی که کار میگیریم باید به یک سبک منطقی رو ارائه بکنیم. یعنی مقدمه چهارم اینه که دلایل قرآنی رو ما باید به یک سبک منطقی و به یک سبک بروز ما باید برای مخاطب ارائه بکنیم. درست است که دلایل قرآنی بسیار واضح و آشکار است و بسیار قوی هست، اما به خاطری که مخاطب ما خوب بفهمه باید این رو به یک انداز منطقی بیان بکنیم. خب در منطق نحوه استدلال چطور است؟ صغرا کبرا میکنه. مقدمه اول داره، مقدمه دوم داره، از این مقدمه اول و دوم یک نتیجه میگیره. این شکل و انداز منطق است. حالا ما میتوانیم که دلایلی که در قرآن کریم ذکر شده را به همین انداز صغرا کبرا بکنیم و نتیجه بگیریم. مقدمه اول، مقدمه دوم، از این دوتا یک نتیجه بگیریم. این کار رو میشه که انجام داد و این کار هیچ اشکالی نداره. یعنی دلایل قرآنی رو آوردن و به یک شکل منطقی ارائه کردن هیچ اشکال نداره. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرماید که این از باب چی است؟ از بابی است که شما با اصطلاح مردم با اونها صحبت میکنین. مثل که در زمان گذشته وقتی که می آمدن ایران رو فتح میکردن، صحابه با اینایی که فارسی زبان بودن سعی میکردن که با زبان خودشان با اینا صحبت بکنن، با اونهایی که زبان دیگری داشتن سعی میکردن با زبان خودشان صحبت بکنن. حالا ما دلایل قرآنی رو میاریم و به یک سبک و سیاق منطقی ارائه میکنیم. چرا؟ چون مردم به این شکل بهتر میفهمند. اما این رو باید در نظر بگیریم که همیشه در استدلال مقدمات باید واضح و آشکار باشه و پیچیده نباشه، حرفای اضافی نداشته باشه، گمراه کننده نباشه، با فطرت سالم سازگار باشه و قابل مشاهده باشه، یا ای که بر اساس علم تجربی ثابت شده باشه. به طور مثال همین آیه‌ای که ما شما خواندیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، آیا اینها از هیچ چیز آفریده شدن؟ از هیچ آفریده شدن یا ای که اینها خالق خودشان می باشن؟ یک استدلال عقلانی قرآن کریم است.
حالا ما این رو اگر خواسته باشیم بیایم به یک شکل منطقی ارائه بدیم، صغرا کبرا کنیم، مقدمه اول مقدمه دوم و از این دو تا نتیجه بگیریم، به چه شکل میکنیم؟ به این شکل. مقدمه اول، هر مخلوقی خالقی داره. یک الله فرموده آیا اینا از هیچ چیز آفریده شدن یا خودشان رو آفریدن؟ یا از چی فهمیده میشه؟ یعنی که هر مخلوقی خالقی داره و این یک امر واضح و آشکار است که هر آفریده شده ای آفریننده داره. هر چیزی که به وجود آمده یک به وجود آورنده داره. یک موبایل رو شما در نظر بگیرید، این موبایل خود به خود به وجود نیامده بلکه یک سازنده داره. این ساختمان خود به خود به وجود نیامده، یک سازنده داره. یک موتور رو در نظر بگیرید، خود به خود به وجود نیامده بلکه یک سازنده داره. پس هر مخلوقی خالقی داره، هر چیزی که ساخته شده یک سازنده داره. این مقدمه اوله که هر کس میفهمه. یک بچه خردسال هم که بهش میگی او میفهمه که هر چیزی که به وجود آمده به یک به وجود آورنده داره. اما مقدمه دوم، انسان مخلوق است. از همین آیه فهمیدیم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا انسان از هیچ چی آفریده شده؟ خلقوا، آفریده شده. پس انسان مخلوق است و این هم معلوم است. این هر کس میفهمه که انسان مخلوق است، آفریده شده، ازلی و ابدی نمی باشه. حالا شما این دو تا مقدمه رو صغرا کبرا کنین کنار هم دیگر بگذارن، نتیجه به دست میاد که انسان وقتی که مخلوق است و هر مخلوقی نیازمند یک خالقی هست، پس انسان هم نیازمند خالق است. پس انسان هم نیازمند یک خالق است. حالا او خالق چه صفاتی داره؟ صفات او خالق در قرآن کریم ذکر شده که الله جل جلاله چه صفاتی داره. او خالق باید قادر باشه، قدرت کامل داشته باشه، علم کامل داشته باشه، ازلی و ابدی باشه، از اول بوده باشه و تا آخرم باشه و او صفاتی که در قرآن کریم ذکر شده رو باید داشته باشه. این شد مقدمه چهارم که ما دلایل قرآنی رو باید به یک شکل منطقی بیان بکنیم. اما مقدمه پنجم چی است؟ اینه که ما باید از استدلالات فلسفی پیچیده سردرگم کننده از اینا باید دوری اختیار بکنیم. او استدلالایی که مقدماتش واضح نیست یا مقدماتش نامشخصه یا مقدماتش به نتایجی میرسه که اون نتایج با عقیده صحیح در تضاد میباشه. عموما دلایلی که فلاسفه به کار میبردن همینطور بود. مقدمات بسیار پیچیده و سردرگم کننده وجود داشت که اصلا به نتیجه مطلوب نمیرسید. به خاطر است که ما باید چیکار کنیم؟ به دلایل قرآنی رجوع بکنیم، به دلایل فلسفی و کلامی اینا رها بکنیم که اینها به درد نمیخوره. اینجا است که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه این کسایی که به دنبال اینطور دلایل میگردن، دلایل فلسفی پیچیده اینا در حقیقت مذمت میکنه. میگه که چرا شما رفتین به جایی که اسلوب قرآن رو بگیرن در استدلال گرفتن، اسلوب سنت رسول الله صلی الله علیه و آله رو بگیرن در استدلال گرفتن، شما اسلوب قرآن و سنت رو رها کرده رفتن به سراغ فلسفه یونان، به سراغ استدلالات فلسفی. یه اشتباه می باشه، بلکه برین اسلوب قرآن و سنت رو بگیرن که بهترین اسلوب و روش می باشه. و مقدمه ششم چی است؟ اینه که دلایل وجود الله متعال همه مکمل هم دیگر هستن. یعنی یک دلیل دیگر رو تکمیل میکنه. این دلایل مکمل یک دیگر هستن. حالا ما در ادامه انشاءالله دلایل رو خواهیم خواند. مثلا ما دلیل فطرت داریم، دلیل خلق و ایجاد داریم، دلیل های مختلفی است. حالا ما اشارتا میگیم مثلا دلیل خلق و ایجاد این رو میگه که مخلوقات نمیتوانن خود به خود به وجود بیان، بلکه نیازمند یک خالقی هستن. این دلیل خلق و ایجادی رو میگه. باز دلیل اتقان این چی میگه؟ میگه که علاوه بر این که مخلوقات موجود هستن، میبینیم که این موجودات چقدر منظم و دقیق کنار هم دیگر قرار گرفتن. مثلا خورشید کمی جلوتر بیایه همه چیز رو میسوزانه، کمی عقبتر بره همه چیز رو یخ میبنده. این که خورشید در یک مدار منظمی در حال حرکت است، این که شب و روز اینطور منظم و دقیق در حال حرکت هستن پشت هم دیگر، این که زمین چقدر دقیق در حال حرکت است، این کهکشان ها چرا اینا به هم دیگر برخورد نمیکنه، این ستاره ها، این سیاره ها چرا زمین و زمان از هم نمیپاشه. این میبینیم که زمین یک کره است همینطور معلق
ماه همینطور معلق، خورشید معلق، اینا چرا از هم نمیپاشن؟ پس دلیل اتقان این رو میگه که مخلوقات علاوه بر اینکه وجود دارن، اما در وجودشان کنار هم دیگر بسیار با دقت و منظم قرار داده شدن. باز میاد دلیل هدایت. هدایت چی میگه؟ میگه که هر مخلوقی به سمت و هدفی که داره هدایت میشه. مثلا انسان ها هدایت شده هستن، مخلوقات دیگر هدایت شده هستن. مثلا زنبور عسل هدایت شده است. و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الله جل جلاله در زنبور عسل برنامه رو قرار داده که تو باید بری چیکار بکنی؟ از گلها و گیاها استفاده بکنی، عسل تولید بکنی. کی برای زنبور عسل یاد داده؟ مگر زنبور عسل رفته به پانتون درس خوانده؟ کسی برای درس داده؟ نه خیر، الله جل جلاله رو هدایت فطری کرده. پس اینجا دلیل هدایت میگه که علاوه بر اینکه مخلوقات وجود دارن، علاوه بر اینکه کنار هم دیگر منظم هستن، علاوه بر اینها همه مخلوقات هر کدام به سمت یک هدفی در حال حرکت هستن، هدایت شده هستن. این دلیل هدایتی رو میگه. و باز دلایل دیگر میاد، هر کدام از دلایل میبینه که دلیل دیگر رو تقویت میکنه، مکمل هم دیگر هستن و این دلایل با هم دیگر هیچ تضادی ندارن. به خاطر است که مثلا یکی دیگه از دلایلی که بسیار جدیدن به دلایل اثبات وجود الله متعال اضافه شده، مشهور است به دلیل هماهنگی دقیق کیهانی. دلیل هماهنگی دقیق کیهانی چی میگه؟ میبینیم این رو میگه که چقدر بین این مخلوقات، بین این نمیفهم خورشید و ستاره ها و سیاره، چقدر یک هماهنگی دقیق وجود داره. و این رو زمان گذشته نمیفهمیدن، 200 سال پیش 300 سال پیش نمیفهمیدن. امروزه که علم گسترش پیدا کرده، پیشرفت کرده، وقتی که بررسی میکنن که چقدر همه چیز منظم و دقیق کنار هم دیگر قرار داده شده، خود به خود پی به وجود یک خالقی میبرن که اینا رو اینطور منظم و دقیق کنار هم دیگر قرار داده. به خاطر است که علما میگن که وقتی که شما با ملحدین روبرو میشین، سعی بکنین که دلایل مختلفی رو ذکر بکنین، به یک دلیل اکتفا نکنین. چرا؟ چون ملحد تا ملحد داریم، ملحدها متفاوت میباشن. مثلا اگر طرف مقابل شما یک دانشمند هست، یک فیزیکدان است، یک ملحد دانشمندی است، شما سعی بکنین که از دلیل هماهنگی بین این مخلوقات از اینا صحبت بکنین که چقدر بین این سیارات و ستارات چقدر هماهنگی دقیق وجود داره. چرا؟ چون او علمی و همین فیزیک است، همین مطالب رو خوب میفهمه و درک میکنه. اما اگر یک ملحد بی سوادی باشه، تو هر چی که از این حرفا برای بگی هیچی نمیفهمه. پس برای یک ملحد بی سواد شما از دلیل هماهنگی بین مخلوقات و بین این موجودات کیهانی که هست هر چی که بگی هیچ فایده نداره. اما برای یک دانشمند فیزیکدان ملحد اگر بگی برای او مفید واقع میشه. یا مثلا اگر طرف مقابل شما یک ملحد عاطفی بود که متأثر از عاطفه است، خیلی شما اینجا خیلی خوب است که برای از دلیل هدایت بگی که نگاه کن مثلا زنبور عسل چطور هدایت شده، این مورچه ها چطور هدایت شدن، کی برای اینا تعلیم داده که شما باید در تابستان گندم ها رو ببرن داخل سوراخ خود نگه دارن تا در زمستان از اونها استفاده بکنه. هیچ پانتونی نخواندن، هیچ کلاس درس نخواندن، هیچ کس برایشون آموزش نداده. پس این یک فطری در ذات اونها گذاشته شده. یک ملحدی که عاطفی باشه متأثر از این، یا به یک ملحدی که عاطفی باشه شما از دلیل اجابت دعا سخن بگه که نها چقدر دعاها اجابت میشه، چقدر دعاها کرده میشه و این دعاها اجابت میشه. حتما یک کسی هست که دعاها رو اجابت میکنه. این حرفا رو که برای یک ملحدی که عاطفی باشه بگین شاید زود قبول بکنه. البته همه چیز خوب به دست الله متعال است، هدایت به دست الله متعال است، ولی به هر حال ما موظف هستیم که با حکمت و با موعظه حسنه دعوت بدیم و هر کسی رو مطابق عقل او مخاطب قرار داده و با او سخن بگیم و استدلال بکنیم. و ابن تیمیه رحمت الله علیه جمله جالبی داره، میفرمایند که هر کسی که با ملحدین و اهل بدعت مناظره میکنه و چنان مناظری نکنه که اونها ریشه‌کن بکنه، در حقیقت او حق اسلام رو ادا نکرده. یعنی باید وقتی ما در موقف دفاع از اسلام قرار میگیریم بسیار قوی ظاهر بشیم، بسیار قوی و چنان قوی ظاهر بشیم که گویا که اونها رو ساکت بکنیم، خاموش بکنیم.
اگر چنین کردیم واقعا ما حق اسلام رو ادا کردیم، وگرنه نه. این 6 تا مقدمه بود که قبل از اینکه دلایل رو ما مطرح بکنیم این مقدمات دانستن اینها لازم و ضروری بود. اما حالا میایم بپردازیم به دلایل اثبات وجود الله متعال. دلیل اول مشهور به دلیل فطرت. فطرت 3 معنا میتونه داشته باشه یا به 3 شکل میتونه ظاهر بشه. یکی که همانطور که قبلا گفتیم شناخت الله متعال یک امر فطری هست. ای که الله وجود داره، ای که الله یگانه هست، شریکی نداره، یک امری است که در فطرت همه انسان ها قرار داده شده. چون که آیه را خواندیم فطرت الله التي فطر الناس عليها و حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله خواندیم کل مولود یولد علی الفطره. هر طفلی که به دنیا میایه به اساس فطرت خدایی به دنیا میایه که خدایی وجود داره و خدای یگانی وجود داره. این شد از ای که فطری هست ایمان به الله جل جلاله در دل و قلب تمام انسان ها. اما نوع دیگر از فطرت چی است؟ یک سری اموری است در جهان هستی که اینها شناخت اینها فطری و ضروری است، نیاز به استدلال نداره. مثلا اصل علیت، هر معلولی علتی داره، یک امر فطری است، یک امر بسیار فطری و واضح و آشکار می باشه. مثلا اگر ما یک صدایی شنیدیم، یک لحظه یک صدایی شد، بلافاصله اطراف خود رو نگاه میکنیم که این صدا از کجا آمد. همین صدایی که ما شنیدیم این معلول هست، حتما یک علتی داره، دنبال علت رو میگردیم. اگر شنیدیم که یک چیز افتاد و شکست، این معلول است، به دنبال علت رو میگردیم که چیکار شد که صدای آمد و در حال ظرفها شکست. پس شناختن این مسئله یک امر فطری است. همه میفهمن که هر در حقیقت اصل علیت رو هر کسی میفهمه که هر علت یک معلولی داره، هر معلول یک علتی داره. یا مثلا اصل عدم تناقض، این یک اصل فطری است که همه ما و شما میدانیم که در آن واحد امکان نداره که یک انسان در اینجا هم حضور داشته باشه و در کشور دیگری هم حضور داشته باشه. این امکان نداره. مثلا ما در همین لحظه به هرات هم باشم، در همین لحظه با آمریکا هم باشم، چه این چیزی امکان نداره، چه این چیزی امکان پذیر نیست. یا مثلا در آن واحد دروازه هم باز باشه هم بسته باشه، چه این چیزی امکان پذیر نیست. یا دروازه بسته هست یا دروازه باز است. یا مثلا امکان نداره که در آن واحد هم روز باشه و هم شب باشه، چه این چیزی امکان نداره. یا روز است یا شب است، این دوتا با هم دیگر جمع نمیشه. یک امر بسیار فطری است، همه میفهمن چه این چیزی، چه این چیزی رو هر کسی میفهمه. ابن تیمیه رحمت الله علیه میفهمد که حتی اطفال خردسال هم این چیز رو میفهمن. چطور؟ اگر شما رفتین و پس کله یک طفلی زده، پشت سر یکی زده، بلافاصله نگاه میکنه که کی زد. چرا؟ به دنبال علت رو میگه. اگر شما بهش گفتین که نه هیچ کسی تو رو نزد، او میگه نه اشتباه است، دروغ است، حتما یک کسی زده. یک امر فطری است که هر کسی میفهم. اگر کسی بهش گفتن که این کتاب درست است که نوشته شده اما نویسنده نداره، میگه اشتباه است، امکان نداره که این کتاب خود به خود نوشته شده باشه. اگر گفتن که این ساختمان ساخته شده اما سازنده نداره، میگه اشتباه است، امکان نداره که این ساختمان خود به خود ساخته شده باشه. اگر یک درختی کسی مشاهده کرد اما برای شما چی گفت که خود به خود به وجود آمده، کسی رو نکاشته، میگه نخیر، حتما یک کسی بوده، یک علتی وجود داشته، یا دانی افتاده یا هستی افتاده یا کسی نهال آمده کاشته. پس شناختن این مسئله یک امر فطری است. پس بعضی از امور چنان اموری هستن که شناختن اونها فطری است، خود به خود بدونی که انسان استدلالی بکنه خود به خود اونا رو میفهمه. همچنین نوع سوم اینه که فطری بودن تحسین و تقبیح. انسان به طور فطری بعضی از چیزها رو خوب میدانه و بعضی از چیزها رو بد میدانه. مثلا
انسان به طور فطری میفهمه که عدالت خوب چیزی است، صداقت چیز خوبی است، نیکوکاری کردن، کار خوب کردن خوب است، به عهد و پیمانی که بستی وفا کردن کار خوبی است، با ضعیفا مهربانی بکنی، ترحم بکنی کار خوبی است. این رو هر انسانی به طور فطری میفهمه، حتی همونی که بسیار سخت دل باشه، هیتلر باشه، بازم در فطرت او گذاشته شده که به انسانهای ضعیف ترحم کردن کار خوبی است. این که حالا او خلافی فطرت خود عمل میکنه او دیگه حرفی است، اما فطرتا همه چیزهای خوب رو خوب میبینن و چیزهای بد رو بد میبینن. همه میفهمن که ظلم چیز بدی است، همه به طور فطری خبر دارن که دروغ گفتن چیز بدی است، خیانت کردن چیز بدی است. پس اینا یک سری امور فطری است که الله جل جلاله در انسان قرار داده که خوبی ها رو انسان خوب میبینه همه انسان ها و بدی ها رو همه انسان ها بد میبینن. و میبینیم که اسلام مساوی است با خوبی ها و الحاد مساوی است با بدی ها. هر چیزی که اسلام دستور داده موافق فطرت می باشه. ازدواج کردن یک امر موافق فطرت می باشه، اما الحاد چی میگه؟ همجنسگرایی بکنه، مرد با مرد ازدواج بکنه، زن با زن ازدواج بکنه، یک امر خلاف فطری، حتی کاری که حیوانات هم این کار انجام نمیده. اسلام میگه که ازدواج کردن با محارم اشکال داره، اما الحاد میگه هیچ اشکال نداره. با محارم، با خواهر خود، با دختر خود شخص میتونه که ازدواج بکنه، میتونه با او هم بستری بکنه. پس تمام چیزهایی که اسلام گفته موافق فطرت میباشه، موافق خوبی ها میباشه، اما هر چیزی که الحاد گفته میبینیم، مشاهده میکنیم که کاملا موافق بدی ها میباشه و برخلاف فطرت سلیم میباشه. و به همین خاطر است که کفر رو کفر میگن. کفر خودش معنی چی؟ پوشش. در حقیقت وقتی که شخص دست از ایمان به خدا بر میداره و کافر میشه، در حقیقت روی فطرت خود رو میپوشانه، روی فطرتی که الله او رو بر اساس فطرت توحیدی قرار داده روی رو داره میپوشانه. بی خاطر است که برای کافر گفته میشه، یعنی پوشنده فطرت، روی فطرت خود رو پوشانده. اما این فطرت که است در خیلی جاها ظاهر میشه، چون که الله جل جلاله در قرآن کریم بیان میکنه فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وقتی که مشرکین در دریا قرار میگرفتن، دریا خوب طوفانی و مواج میشد و مشرکین میگفتن ان قریب است که ما داخل دریا غرق بشیم، اینجا بود که همه بت‌های خود فراموش میکردن، لات و منات و هبل و عزا و فلان، اینا همه فراموش میشد. دعوا الله مخلصین له الدین، الله رو خالصانه به فریاد میخواد. اگر هواپیمایی در حال سقوط باشه، ان قریب که سقوط بکنه، در چنین هواپیمایی هیچ ملحدی باقی نمیمانه. اگر بالفرض ملحدی باشه اونجا، او هم میگه خدایا خدایا خدایا، تا همین چند لحظه پیش میگفت هیچ خدایی وجود نداره، اما وقتی که هواپیما داره سقوط میگه خدایا خدای نگهدار، خدای نگهدار. یکی از بزرگترین ملحدین شخصی اسم ریچارد داوکینز که همین حال هم زنده هست و بسیار علیه دین هم کار میکنه، یک جای یک مسئله رو فراموش میکنه، مجری از او سوال میکنه، فراموش میکنه، میگه او مای گاد، خدا رو فریاد میخوانه، او خدایا خدای من خدای من. یعنی میبینید که با وجودی که تمام زندگی خود رو وقف کرده برای ضد خدایی، اما در خیلی جاها میبینید که باز همون خدا میایه، باز خدا میایه. خصوصا که یک ضرب المثل انگلیسی هست که مفهومش اینه که در داخل حفره ها و گودال ها هیچ ملحدی باقی نمیمانه. یعنی در وقت مصیبت ها و مشکلات همه خداجو میشن، همه الله رو فریاد میخوانن. یعنی فطرت انسان زمانی که به مصیبت ها بیفته اون موقع باز خود ظاهر میکنه، ولو که ملحد 100% هم باشه، باز در وقتی که مصیبت و مشکل بیفته بازم میگه خدا خدا. جالب اینجا است که تحقیقات صورت گرفته. یک پروفسوری است از دانشگاه آکسفورد به اسم جاستین بارت، در تحقیقاتی که کرده فهمیده که کودکانی که به دنیا میان، اطفالی که به دنیا میان، به طور طبیعی میل به سمت خدا دارن
ولو که تمام خانوادهشان همه ملحد باشن، محیطشان همه ملحد باشه، اما می اطفالی که به دنیا میان طبیعتاً میل به سمت یک خدایی داره، میلشان به سمت یک خالق بزرگی است، یک ذات بزرگی است که وجود داره طبیعتاً و فطرتاً. و حتی تحقیقاتی کرد و به این نتیجه رسید که ایمان به الله جل جلاله بخشی از طبیعت اصلی انسان هست. یعنی در اصل انسان ایمان به خدا کاشته شده، نهادینه شده، قرار داده شده. الحاد که است، یعنی بی خدایی، یک امر عارضی است، یک امر کسبی هست، یک امری است که با آموزش حاصل میشه، بعداً حاصل میشه. اما در اصل ایمان به خدا وجود داره. خلاصه ای که ما تحقیقات علمی رو اصل قرار نمیدیم، بلکه برای ما آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله اصل می باشه. اما گاهی اوقات نیاز است که تحقیقات علمی رو هم ارائه بکنیم تا کسایی که باورشان به تحقیقات علمی است ببینن که بله تحقیقات علمی داره بحث ایمان به وجود الله متعال رو ثابت میکنه و قرار میده. و مسائلی که فطری هست، اینها چنان که گفتیم اینها آموزشی نیست که کسی از طریق آموزش، مثلا وقتی که طفل تازه به دنیا میایه بلا فاصله میره و پستان مادر خود رو میگیره. حالا همین نحوه مکیدن شیر مادر رو کی برای طفل یاد داده؟ معلومش الله جل جلاله به طور فطری در او قرار داده که چطور داره شیر مادر رو میکشه. این نحوه رو الله جل جلاله به صورت فطری در او قرار داده. پس او اموری که فطری هستن اینا آموزشی نیستن، تجربی نیستن، بلکه همینطور قراردادی هستن که الله جل جلاله در انسانها قرار داده. و ایمان به الله جل جلاله هم همینطور است. این ربطی به آموزش نداره، ربطی به تجربه نداره، ربطی به تأثیرات اجتماعی نداره. نه خیر، اینه که طفل خردسال به دنیا میاد ایمان به الله جل جلاله در قلب وجود داره. بعضی چی میگن که ای که فطرتاً انسان به سمت یک خدای بزرگی تمایل دارن، این به خاطر ترس از پدیده‌های طبیعی است. یعنی چی؟ مردم قدیم وقتی که دیدن زلزله میشه، وقتی که دیدن که کوه آتشفشان فوران کرده، وقتی که دیدن سیل آمده، اینجا است که فطرتاً گفتن که بلکه یک خدای وجود داشته باشه که ما را از این زلزله نجات بده، ما را از این سیل نجات بده. پس این میل به سمت خدا که فطری است به خاطر ترس از حوادث طبیعی است. ما میگیم این هم اشتباه است. چرا؟ حالا شما در رابطه با اون مردم قدیمی که بی سواد بودن خب میتونی حرفو بگی، اما امروزه بزرگترین دانشمندان ایمان به خدا دارن. مایکل هارت یک کتابی نوشته 100 شخصیت تأثیرگذار در دنیا. نفر اول سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه که تأثیرگذارترین و مؤثرترین شخص در طول تاریخ بشر سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. شخصیت دوم اسحاق نیوتن هست، فیزیکدان بسیار بزرگ. اسحاق نیوتن خدا باور بود. آیا اون مردم قدیمی که تو میگی که به خاطر ترس از حوادث طبیعی به خدا ایمان آوردن، آیا اسحاق نیوتن هم یک آدم قدیمی بود، یک آدمی از عصر حجر بود که هیچ چی نفهمه؟ نه خیر، دانشمند فیزیکدان بسیار بزرگی بود، اما ایمان به خدا داشت و دانشمندان بسیار زیاد دیگری هم است. پس یک حرف اشتباهی است که میگن انسان‌ها فطرتاً تمایل به خدا دارن. چرا؟ به خاطر ترس از پدیده‌های طبیعی. یک حرف اشتباه می باشه. پس معلوم بشه که الله جل جلاله وجود داره که در فطرت انسان‌ها قرار داده که خوبی‌ها خوب است، بدی‌ها بد است. الله وجود داره که در فطرت انسان‌ها یک سری امور قرار داده که انسان‌ها میفهمن که هر اتفاقی که میفته پشت او یک علتی وجود داره. این که انسان‌ها میفهمن که در آن واحد نمیتونه شخص در این جنب باشه، در آمریکا هم باشه. این رو که میفهمن کی در اونها قرار داده؟ الله در اونها قرار داده. یک چیزی نیست که به طور تجربه حاصل بکنه به صورت آموزش. نه خیر، فطرتاً همه کس میفهمن. این شد دلیل فطرت. اما دلیل دوم دلیل خلق و ایجاد. دلیل خلق و ایجادی که از واضح ترین دلایل اثبات وجود الله متعال می باشه و وقتی که خلق و ایجاد رو در همه مخلوقات ببینیم، باز به طور خصوصی در خود ما ببینیم.
الله جل جلاله چی میفرماد؟ و فی انفسکم افلا تبصرون، در خود نگاه کنه، در خود نگاه بکنین که چه آفرینش عجیبی در شما وجود داره. به طور مثال مراحل مختلف خلقت یک انسان که اول یک نطفه بود، باز تبدیل شد به علقه، یک خون لختی، باز تبدیل شد به مضغه، یک تکه گوشتی مثل جویده شده، باز کم کم استخوان در او پیدا شد و به هر حال اندام و شکل گرفت و سرانجام تبدیل به یک جنین شد و این طفل بعداً به دنیا آمد و نوجوانی و جوانی. اینها را اگر ما بررسی بکنیم خود به خود پی میبریم که اینها خالقی داره. امکان نداره که اینها تصادفی باشه. پدر و مادر در اینها نقشی نداره. الله جل جلاله در قرآن کریم چی میفرماید؟ میفرماید که افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. شما فقط منی رو میریزن، فقط در وقت همبستری شما آب رو میریزن، بقیه که تبدیل به لخته خون میشه، تبدیل به گوشت جویده، کم 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 تبدیل به یک انسانی میشه. پدر و مادر کجا نقش دارن؟ هیچ نقشی پدر و مادر نداره، بلکه الله جل جلاله است که انسان رو به این شکل بسیار زیبا میآفرینه. آیا پدر و مادر برای طفل خودشان قلب بسیار قوی رو دادن که چطور میتپه و خون رو پمپاژ میکنه، به کل بدن میرسانه؟ آیا پدر و مادر بودن که چشم و این گوش با این ظرافتکاری ها رو در جنین آفریدن، در طفل آفریدن؟ نه خیر، او ذاتی که این سلول ها رو که هر سلول و هر حجری اگر نگاه کنیم در داخل هر سلول یک دنیای وجود داره، دنیای حرف وجود دارایی رو پدر و مادر کردن. نه خیر، یک ذات بسیار مقتدر و قوی انسان رو آفرید و این اعضای بسیار زیبا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین شکل و بهترین زیبایی انسان رو الله متعال آفرید. اینا معلوم میشه که آفرینش انسان تصادفی نبوده، خود به خودی نبوده، بلکه یک ذات بسیار قوی و مقتدر و عالمی انسان رو به این شکل بسیار زیبا طراحی کرده. اینجاست که آیه قرآن کریم الله جل جلاله میفرماید که ثم خلقنا النطفه علقه، ما بودیم که آفریدیم نطفه رو تبدیل کردیم به چی؟ به علقه، یک خون لخته. فخلقنا العلقه مضغه، باز این خون لخته تبدیل کردیم به گوشت جویده شده، تکه گوشتی. فخلقنا المضغه عظاما، باز استخوان ایجاد کردیم. فکسونا العظام لحما، باز استخوان رو با گوشت پوشانیدیم. ثم انشأناه خلقا آخر، باز در انسان روح رو دمیدیم و او رو به یک شکل آفرینش جدید او رو در آوردیم، به شکل انسانی در آوردیم، به شکل یک موجودی در آوردیم. خب این تعریفی که قرآن کریم از مراحل خلقت انسان کرده در 1400 سال، بیش از 1400 سال پیش، این نشانگری است که در اون زمان خب نه امکانات پزشکی وجود داشته و نه هیچی. چطور در اون زمان می قرآن کریم در بین اهل مکی که از کمترین سطح سواد برخوردار نبودن اینطور تعریف دقیقی از مراحل خلقت انسان میکنه که نطفه علقه شد، علقه مضغه شد و این شکل رو بیان میکنه. نشانگری است که اولا قرآن کلام خدا است و ثانیا خدای وجود داره که انسان رو آفریده و از مراحل خلقت انسان به این شکل آگاه است. به خاطر است که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه باز میفرماید که این چیزی که قرآن کریم استدلال کرده یک امر بسیار مشاهدی و حسی می باشه و موافق با فطرت انسان می باشه. مثلا قرآن کریم اشاره کرده که این موجودات زنده انسانها رو ببینن، این حیوانات رو ببینن، این کوه‌ها رو ببینن، این درخت‌ها رو ببینن، این زمین رو ببینن، این آسمان رو ببینن. همه چیزهایی که قابل مشاهده است و واضح است رو قرآن کریم برای ما مثال میزنه که اینا همه خود به خود به وجود نیامدن، بلکه اینا همه خالقی دارن. و یک مسئله بسیار واضح و آشکار می باشه که هر حادثی محدثی داره، هر نوع پیدایی، هر چیزی که تازه پیدا شده به وجود آمده یک نیاز به یک ایجاد کننده و یک پیدا کننده داره. به طور مثال علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در ذیل آیه ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون میفرماید که نگاه کنین که خداوند متعال چطور تقسیم بندی کرده. اول گویا که اینطور سوال کرده
آیا انسان ها بدون خالق آفریده شدن؟ ام خلقوا من غیر شیء، بدون خالق یعنی از هیچ چیزی آفریده شدن؟ خب محال می باشه، امکان نداره که انسان بدون خالق آفریده شده باشه و از هیچ چیز آفریده شده باشه. باز سوال میکنه ام هم الخالقون، آیا انسان ها خودشان خالق خودشان می باشن؟ این محال است، امکان نداره که چیزی خودش رو به وجود بیاره، انسانی خودش رو به وجود بیاره، چنین چیزی باز هم محال می باشه. در حقیقت الله جل جلاله داره فطرت ما رو مخاطب قرار میده که این خیلی چیز واضحی است که امکان نداره یک مخلوقی خود به خود به وجود بیاره یا یک مخلوقی خودش رو به وجود بیاره، یک چیز محال و امکان ناپذیر می باشه. و این دلیل خلق که است در حقیقت ترکیبی از فطرت و مشاهده است. یعنی در دلیل خلق ما خیلی چیزا رو مشاهده میکنیم، انسان رو مشاهده میکنیم که انسانی که به وجود آمده، فطرت ما باز میگه که حتما به وجود آورندی داره، حتما کسی هست که انسان رو به وجود آورده. در حقیقت دلیل خلق ترکیبی است از مشاهده‌ای که ما مشاهده میکنیم و از اون چیزهایی که در فطرت ما قرار داده شده. الله جل جلاله در قرآن کریم خیلی جا است میفرماید اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیا انسان ها در این قدرتی که در آسمان ها و زمین الله داره، در این حکومتی که الله در آسمان ها و زمین داره، اینا تفکر نمی کنن؟ آیا اینا تأمل نمی کنن؟ آیا نمی بینن؟ اینا خود به خود به وجود نیامده، بلکه هر کدام از اینها خالق و خالقش الله جل جلاله می باشه. به خاطر است که دلیل خلق که است که از قوی ترین، واضح ترین و نزدیکترین دلایل به فطرت سالم می باشه. و دلیل خلق که است هر کدام از مخلوقات دلیل بر الله است. هر درختی رو که شما میبینین این مخلوق است و نیازمند خالق است. هر کره از کرات مخلوقی است، نیازمند خالق است. هر انسانی مخلوقی است و نیازمند به خالق هست. پس دلیل خلق بسیار گسترده می باشه و تمام مخلوقات دلیل بر الله جل جلاله می باشه. اینجا است که شعر مشهور است و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، در هر چیزی از موجوداتی که در جهان هستی وجود داره یک نشانی است برای که الله جل جلاله ذات واجب الوجود الله جل جلاله هست. دلیل سوم، دلیل کیهانی معاصر. امروز اکتشافات علمی بسیار زیاد شده و علم بسیار گسترش پیدا کرده و پیشرفت کرده و خیلی از چیزهایی که در چند قرن پیش مردم او رو نمیفهمیدن حالا قابل فهم شده. مثلا تا 100 سال پیش مردم برای عقیده بودن که جهان آغازی نداره، اما وقتی که نظریه بیگ بنگ یا انفجار بزرگ مطرح شد همه معتقد بری شدن که نخیر، جهان ازلی نیست بلکه جهان یک ابتدایی داره. وقتی که انفجار بزرگ صورت گرفت اون موقعی جهان به وجود آمد، اینا همه چیز به وجود آمد. خب در زمانهای گذشته اگر برای مردم میگفتن که جهان ازلی نیست بلکه ابتدایی داره مردم نمیفهمیدن، اما وقتی که نظریه انفجار بزرگ یا بیگ بنگ اتفاق افتاد اینجا بود که مردم قبول کردن که بله این جهان ابتدایی داره. وقتی که انفجار صورت گرفت و این جهان به وجود آمد پس این در حقیقت ابتدای جهان هستی نباشه. حالا همین دلیل کیهانی که ما میخوایم مطرح بکنیم، این دلیل کیهانی ما قوت گرفت. چطور؟ ما اگر مقدماتی رو بچینیم خیلی راحت به نتیجه میرسیم. مقدمه اول اینه که جهان از عدم به وجود آمده. اول هیچ چیزی نبوده، بعداً به وجود آمده و این چیزی است که تمام کیهانشناسا امروزه رو قبول داره که بله وقتی که بیگ بنگ یا انفجار بزرگ صورت گرفت این جهان هستی در اول نبود حالا به وجود آمد. پس این یک مسئله ثابت شده علمی است که جهان هستی اول نبوده حالا به وجود آمده. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر چیزی که نبوده باشه بعداً به وجود آمده باشه نیازمند موجد هست، نیازمند یک علتی است که او رو به وجود آورده باشه. خب جهان نبوده اول، بعداً به وجود آمده، خب کی رو به وجود آورده؟ خود به خود خب به وجود نمیاد، باید که یک موجدی باشه، به وجود آورندی باشه، باید که یک علتی باشه.
و این همون اصل علیت است که به طور فطری در نهاد تمام انسانها گذاشته شده که هر چیزی یک علتی داره. یه اصل علیت و قانون علیت می باشه. پس ما دو مقدمه رو کنار همدیگر میگذاریم، نتیجه میگیریم. مقدمه اول چی بود؟ جهان هستی از عدم به وجود آمده و هر چیزی، مقدمه دوم، هر چیزی که به وجود آمده باشه نیازمند یک موجد و یک علت هست و هر دو تا این مقدمه قابل قبول و صحیح می باشه. از این دو تا مقدمه نتیجه میگیریم که پس جهانی هم که ما و شما مشاهده میکنیم که به وجود آمده این هم یک علتی داره. حالا او علت رو ما خدا باورا میگیم که او علت خدا است. چه دلیلی داره؟ برای که او علت خدا است ما میگیم که او علتی که جهان هستی رو به وجود آورده باید خدا باشه. چرا؟ چون ما در جهان هستی میبینیم که مخلوقات وجود داره که عقل و هوش دارن، علم دارن، پس باید خالق اونها علم کامل داشته باشه. ما مخلوقات میبینیم که قدرت هایی دارن، پس خالق اینها باید قدرت کامل رو داشته باشه. این مخلوقات میبینیم که بعضی از اینا اراده دارن، پس خالق اینها باید اراده کامل رو داشته باشه. چون هر صفت کمالی که در مخلوق پیدا شد باید در خالق به طور احسن و اکمل وجود داشته باشه. پس وقتی که ما نگاه میکنیم صفاتی علت چی است؟ میگیم که این علت باید ازلی باشه، باید مخلوق نباشه. یعنی خود همین علت نباید مخلوق باشه، چون اگر خود علت مخلوق خالق دیگری باشه اینجا سوال پیدا میشه که او مخلوق رو کی آفریده؟ باز او قبلی رو کی آفریده؟ باز او قبلی رو کی آفریده؟ باز او قبلی رو کی آفریده؟ و به این ترتیب به تسلسل میرسیم. تسلسل، سلسله و تسلسل هم به اتفاق دانشمندان باطل می باشه. پس صفت اولی علت چی باید باشه؟ اینه که ازلی باید باشه و مخلوق نباشه. چون اگر مخلوق باشه یعنی یک خالقی داره. باز سوال مطرح میشه که او خالق رو کی آفریده؟ باز اون مخلوق یکی دیگر، باز اون مخلوق دیگر، و سرانجام به تسلسل باطل میرسه که این به اتفاق دانشمندان محال و ناجایز می باشه. صفت دومی علت چی باید باشه؟ باید قادر مطلق باشه. قادر مطلق، ذاتی که این جهان هستی رو به وجود آورده باید قدرت کامل داشته باشه. این کهکشان ها، این سیارات، این ستاره هایی که بعض از ستاره ها میلیون ها برابر کره زمین هست، اینها رو باید یک ذات بسیار قادر و مقتدر به وجود آورده باشه. و صفت سومی علت چی است؟ او باید علم کامل داشته باشه که اینطور با در جهانی که اینقدر پیچیدگی داره، اینقدر ظرافت داره، اینقدر منظم کنار هم دیگر همه چیز چیده شده، ذات میتونه که اینها رو به شکل بیافرینه که او علم کامل داشته باشه. وقتی که ما میریم به سراغ قرآنی که میبینیم که هر سه تا صفت وجود داره. هو الاول والآخر، الله اول است، یعنی ازلی است، ازلی. کان الله ولم یکن شیئا، الله بود و هیچ چیز دیگر نبود. الله بود هیچ کدام از مخلوقات دیگر نبود. الله ازلی است. الله جل جلاله قدرت کامل داره. ان الله علی کل شیء قدیر. الله جل جلاله علم کامل داره و ان الله قد احاط بكل شیء علما. الله به همه چیز احاطه علمی داره. پس او علت به وجود آورنده جهان هستی الله است. چرا؟ چون الله هم ازلی است، مخلوق نیست. الله قدرت کامل داره، الله جل جلاله علم کامل داره. این است که ما امروزه پی میبریم که جهان هستی، این ستاره، این سیارات، این کهکشان ها، اینا همه ساخته دست الله جل جلاله می باشه. این دلیل رو چی گفتیم؟ دلیل کیهانی و معاصر. امروزه این ستاره ها و سیاراتی که هست کشف شده. 200 سال پیش کی میفهمید که اینطور کهکشان راه شیری وجود داره، این همه سیارات وجود داره، این همه ستاره ها وجود داره؟ هیچ کس نمیفهمید. امروز از این تلسکوپ های قوی که استفاده میکنن، مشاهده میکنن، این مثال. پس یک دلیل جدید است. این دلیل جدید این به نفع خدا باورا هست که ما از این دلیل استفاده میکنیم و استدلال میگیریم که الله جل جلاله وجود داره. بین این دلیل کیهانی معاصر و دلیل خلق یک تفاوت‌های وجود داره که اینا لازم است که گفته بشه. دلیل خلق و ایجاد رو قبلا گفتیم که هر مخلوقی نیازمند خالق است. هر مخلوقی که مشاهده میکنیم پی میبریم که یک خالقی داره. این دلیل خلق و ایجاد.
اما این دلیل کیهانی چی میگه؟ این ستاره و سیارات و کهکشان‌هایی که وجود داره اینا ما رو برای ما این رو میرسانه که خدای وجود داره. خب دلیل خلق که از تفاوت اول صراحتاً در قرآن کریم ذکر شده. آیات متعدد از قرآن کریم است که انسان رو متوجه میکنه. مثلا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آیا به شتر نگاه نمیکنن که چطور آفریده شده؟ این دلیل خلق است. الى السماء كيف رفعت، اینا همه دلیل خلق میشه. اما از دلیل کیهانی معاصر چیزی در قرآن کریم و سنت ذکر نشده. این چیزی است که امروزه کشف شده. پس این فرق اول. فرق دوم، دلیل خلق که است بر اساس فطرتی که الله در انسان نهاده و بر اساس مشاهده می باشه که انسان با چشم خود مشاهده میکنه. اما دلیل کیهانی معاصر که است این بر اساس یک سری نظریات بسیار تخصصی و مشاهدات علمی می باشه. این که مثلا سیارات وجود داره، کهکشان‌های وجود داره، این خب ما و شما ندیده. این رو دانشمندایی که رفتن بر اساس او تلسکوپ‌های بسیار قوی مشاهده کردن، اونا این نظریه رو دادن و ما نظریه اونها رو قبول کردیم. پس دلیل خلق و ایجاد که است بر اساس مشاهده مستقیم همه ما و شما است، بر اساس فطرتی که الله در ذات همه من و شما قرار داده. اما دلیل کیهانی معاصر بر اساس نظریات علمی تخصصی است که دانشمندای امروزی ارائه کردن. و تفاوت دیگر، استفاده از دلیل خلق خیلی بهتر است تا دلیل کیهانی. چرا؟ چون دلیل خلق رو همه میفهمن، اما دلیل کیهانی معاصر رو فقط دانشمندایی که در اون زمینه تخصص دارن میفهمن. بی خاطر بهتر است که در وقتی که ما استدلال میکنیم با یک ملحدی که عامی هست از دلیل خلق استدلال بکنیم، نه از دلیل کیهانی معاصر. دلیل کیهانی معاصر برای کسی خوب است که او دانش داشته باشه، فهم داشته باشه و درک داشته باشه. ولی به هر حال دلیل کیهانی معاصر در حقیقت مکمل دلیل خلق می باشه، نه اینکه جایگزین او باشه. و ما باید همیشه وضعیت مخاطب رو درک بکنیم. اگر مخاطب ما یک انسان فهمیده و فرهیخته باشه، دلیل کیهانی معاصر رو برای او مطرح بکنیم. اگر یک انسان بی سواد ملحدی باشه، دلیل خلق و ایجاد رو برای او مطرح بکنیم. دلیل بعدی دلیل اتقان هست. اتقان خود معنی محکم بودن، محکم کردن، قوی کردن. و این هم یکی از دلایل بسیار قوی بر اثبات وجود الله متعال می باشه که الله جل جلاله خودش در قرآن کریم اشاره به تفعیل دلیل کرده. به طور مثال در آیه 88 سوره نمل می‌فرماید صنع الله الذي اتقن كل شيء. این صنعت الله است، هنر الله است که همه چیز رو الله متقن قرار داده، همه چیز رو محکم کرده، آفرینش همه چیز رو با اتقان و احکام کامل انجام داده. یا در سوره مبارکه سجده آیه 7 میفرماید الذی احسن كل شیء خلق. الله جل جلاله هر چیزی رو که آفریده رو بهش بهترین و نیکوترین شکل ممکن آفریده. انسان رو نگاه کنیم، در انسان هیچ عیب و ایرادی نمیتوان گرفت. اگه مثلا پوز انسان، بینی انسان بلند و دراز باشه چقدر زشت میشه، اگر گوش انسان بلند باشه چقدر زشت میشه، اگر چشم انسان پشت سر انسان باشه چقدر زشت. میبینیم که تمام خوبی ها در انسان مد نظر گرفته شده و همینطور در تمام مخلوقات دیگر. پس دلیل اتقان این رو بررسی میکنه که مخلوقاتی که آفریده شدن با یک قوت و با یک نظم و با یک دقت بسیار خاصی اینها آفریده شدن. حالا اگر خواسته باشه مقایسه کنیم بین دلیل اتقان و دلیل خلق، اگر مقایسه بکنیم دلیل خلق این رو میگه که این مخلوقاتی که میبینیم با چشم مشاهده میکنیم اینا خالقی داره، اما دلیل اتقان میاد این رو تقویت میکنه، کمک میکنه. چی میگه؟ میگه بله این مخلوقاتی که شما مشاهده میکنین علاوه بر اینکه اینها دلیلی است بر خالق، همین نظم و هماهنگی که بین این مخلوقات وجود داره، این اتقانی که در این مخلوقات وجود داره، این دقت و ظرافتی که در آفرینش این مخلوقات صورت گرفته، این خودش یک دلیل جداگانه است برای اثبات وجود الله متعال. چرا؟ او کسایی که میگن که طبیعت انسانها رو آفریده اشتباه میکنه. چرا؟ چون طبیعت مثل یک کارخانه است.
کارخانه شما برای یک چیز دستور عمل خاصی برای بدن، او مثلا یک کیک خاص او چیکار میکنه؟ تولید میکنه یک شکل به یک شکل. هر چی کیک تولید میکنه به یک شکل است، یا هر چی بیسکویت درست میکنه به یک شکل هست. اما انسان ها میبینه که چقدر متفاوت، دو تا برادر مثل هم نیستن کاملا، لحاظ فکری متفاوت هستن، شکل ظاهری اینا متفاوت است، حتی اثر انگشتان اونا متفاوت است. دو انسان در کل تاریخ بشریت نمیتونه پیدا بکنه که اثر انگشت اونها با هم دیگر یکی باشه. پس معلوم میشه که یک ذاتی بسیار با دقت و با یک نظم خاص و با یک اتقان و احکام خاص این انسانها رو آفریده. و این دلیل اتقان که است برای انسان این رو بیان میکنه که این مخلوقات تصادفی نیست. به خلاف کسایی که چی میگن که همه چیز به اساس تصادف خود به خود اتفاق افتاده، اتفاقا این تو به وجود آمده. نه خیر، این مثل این میمانه که شما اگر وارد یک اتاقی بشین، اگر دیدین که کاغذها هر کدام به یک طرف ریخته هست، شما چی میگن؟ میگن که ها شاید بادی آمده باشه و تصادفاً اینطور و همه چیز ریخته، همه کاغذها ریخته است. اما اگر دیدن که کاغذها خیلی منظم داخل یک فایل های خاصی گذاشته شده، مرتب گذاشته شده، کتاب ها گذاشته شده، اینجا اگر کسی گفت که این کار از روی تصادف انجام گرفته، میگن که تو نادان است. چرا؟ چون تصادف نظم رو به بار نمیاره. تصادف همیشه بی‌نظمی به بار میاره. تصادف این چی؟ دو چیز با هم دیگر برخورد کردن، دو تا موتور با هم دیگر برخورد میکنن، آیا یک موتور دیگر به وجود میاد؟ نه خیر، دو تا موتور با هم دیگر برخورد میکنن، این که خرابی به بار میاره. تصادف خرابی به بار میاره، بی‌نظمی به بار میاره. این چطور است که انسان‌ها به طور تصادفی قدر منظم شدن؟ این جهان هستی به طور تصادفی قدر منظم شده. پس این دلیل اتقان برای ما این رو میرسانه که نخیر، این چیزهایی که در جهان هستی میبینه، این انسانی که بی زیبایی آفریده شده، این کوه‌ها، این درخت‌ها، اینا همه اینا تصادفی نیست، بلکه یک خالقی پشت اینها وجود داره که اینها رو قدر دقیق و منظم آفریده. حالا ما اگر خواسته باشیم بررسی بکنیم، مثلا چشم، همین چشم، آیا امکان داره که چشم تصادفی وجود آمده باشه، چند تا سلول کنار هم دیگر قرار گرفته باشه و این چشم وجود آمده؟ خیر، امکان نداره. بلکه حتما یک خالقی وجود داره که چشم رو به این شکل بسیار زیبا با این قوت که به یک آن چشم انسان به خورشید میفته که چقدر فاصله داره، به یک آن چشم انسان به ستاره های میفته که میلیون ها سال نوری با ما فاصله داره. پس امکان نداره که تجمعی تصادفی از چند تا سلول کنار هم دیگر باشه. نه خیر، بلکه حتما یک خالقی است که اینا رو آفریده. امروزه باز همین دلیل اتقان به شکل‌های جدیدی ارائه میشه. مثلا یک دلیل که جدیداً مطرح شده، دلیل تنظیم دقیق جهان. این خودش یک دلیل است که ما در جهان هستی یک ثوابت فیزیکی داریم، یا قانون‌های ثابت فیزیکی داریم که اصلاً قابل تغییر نمی باشه، که بسیار با دقت این قانون‌ها قرار داده شده و ایجاد شده که امکان وجود حیات و زندگی رو برای ما فراهم کرده، که اگر او قوانین و او قواعد و او اساسیات و او ثوابت نمی بود، ما نمیتوانستیم حالا زنده باشیم، زندگی بکنیم. یا مثلا دلیل طراحی که این موجودات زنده اینقدر منظم اینا کنار هم دیگر قرار گرفته، اجزای بدن اونا همه با هم دیگر منظم داره کار میکنه، این خودش یک دلیل است، یک دلیل بسیار قوی و دلایل بسیار زیاد دیگری. یکی دیگر از دلایل اثبات وجود الله متعال دلیل تنظیم دقیق کیهانی می باشه. این دلیل یکی از دلایل جدید می باشه که بر اثبات وجود الله متعال دلالت داره. این دلیل از چند مقدمه تشکیل شده که این مقدمات سرانجام به نتیجه مطلوب ما میرسه که الله متعال وجود داره. مقدمه اول اینه که علوم طبیعی و علوم روز نشان میده که این جهان هستی با یک دقت بسیار شگفت انگیزی تنظیم شده و این دقتی که در خلقت جهان لحاظ شده سبب ایجاد حیات و زندگی شده. به طور مثال در جهان هستی به طور کلی و در زمین
نیروی جاذبه وجود داره که اگر این نیروی جاذبه از اینی که هست اگر کمی قوی تر می بود کل جهان هستی فرو می ریخت و اگر کمی از این ضعیفتر می بود اصلا کهکشان ها و ستاره ها تشکیل نمی شد. یا مثلا نیروی هسته‌ای قوی اگر از این مقداری که هست 2% قوی تر می بود اصلا هیدروژن لازم برای تشکیل حیات اصلا به وجود نمی آمد و اگر ضعیفتر می بود هم مشکلاتی پیدا می شد. به همین ترتیب ثوابتی و او ارقام اساسی که در جهان هستی است اگر از اینه که حالا وجود داره کمی بیشتر یا کمی کمتر می بود اصلا پدیده حیات و زندگی به وجود نمی آمد. پس این مقدمه اول شد که جهان هستی با یک نظم بسیار دقیق و شگفت انگیزی آفریده شده و به وجود آمده. مقدمه دوم، این نظم و دقتی که ما در جهان هستی مشاهده میکنیم از 3 حال خارج نیست. یا ای که تصادفاً اینطور شده، یعنی به طور تصادفی و اتفاقی همینطور همه چیز با دقت شگفت انگیزی منظم شده. این صورت اول. صورت دوم اینه که به طور ضروری و حتمی باید همینطور منظم و دقیق میشد. و صورت سوم اینه که این جهان هستی که اینقدر منظم و دقیق آفریده شده طراحی یک خالق حکیم و قدیر و علیم و دانا می باشه. حالا میرم به بررسی هر کدام از این 3 احتمال. مقدمه سوم، این تنظیم و این نظمی که در جهان هستی وجود داره این نتیجه تصادف یا ضرورت می باشه. چرا؟ به خاطری که تصادف اصلا معنایی نداره. تصادف و اتفاق همیشه خرابی به بار میاره، نه آبادی، نه نظم، نه دقت. این به این معنا که اگر بالفرض مثالی خواسته باشیم مطرح بکنیم، آیا امکان داره که یک گردبادی بیایه و قطعات یک ماشین یا یک موتور رو که پراکنده باشه این گردباد بیایه و این قطعات رو کنار همدیگر قرار بده و تبدیل بشه به ماشین مرسدس بنز؟ آیا چنین چیزی امکان داره که به طور تصادفی یک گردبادی بیایه قطعات مختلف یک ماشین رو کنار همدیگر جمع بکنه و تبدیل بشه به یک موتور خیلی لوکس؟ چنین چیزی امکان پذیر نیست. اصلا تصادف و اتفاق هیچگاه نظم به بار نمیارن، بلکه همیشه بی‌نظمی به بار میارن. پس امکان نداره که این نظمی که در جهان هستی هست تصادفی باشه. و همچنین این هم درست نیست که کسی بگه که این نظمی که در جهان هستی وجود داره این حتمی و ضروری هست و لازمی هست، یعنی باید همینطور باشه، نباید غیر از این باشه. کی گفته؟ قوانین فیزیک اصلا ثابت میکنن که جهان هستی میتوانست که متفاوت از این هم باشه، به شکل دیگری باشه. پس این ضروری و حتمی نیست. پس وقتی که تصادفی هم نباشه، ضروری و حتمی هم به این شکل نباشه، پس معلوم میشه که باید طراحی یک خالق حکیم باشه، خالقی که از همه چیز باخبر باشه. الا یعلم من خلق، و ذاتی که آفریده او خوب میدانه، خوب دانا هست که آفریده. ذاتی که مقتدر باید باشه، قدیر و توانا باشه، هر کاری که اراده بکنه او کار انجام بگیره. پس این جهان هستی طراحی الله جل جلاله می باشه و الله متعال این جهان هستی رو آفریده. این شد دلیل تنظیم دقیق کیانی که ما این نظم دقیقی که در جهان هستی وجود داره از این استدلال میگیریم، رفته رفته ثابت میکنیم که این در حقیقت طراحی الله جل جلاله می باشه. دلیل بعدی دلیل طراحی در موجودات زنده هست. موجوداتی که زنده هستن یک طراحی بسیار دقیق و منظمی شدن و این خودش دلیلی بر وجود الله متعال می باشه. به طور مثال انسان یکی از اعضایی رو ما بررسی میکنیم، چشم انسان. چشم انسان واقعا یکی از شگفت انگیزترین و عجیبترین
مخلوقات الله جل جلاله می باشه که یک طراحی بسیار عجیبی داره، تا جایی که گفتن که چشم انسان شامل 2 میلیون بخشه، یعنی 2 میلیون جزء و اجزا داخل همین چشم انسان است که اجزا با هم دیگر در یک ارتباط و هماهنگی بسیار کاملی قرار دارن تا ما میتونیم ببینیم. یعنی در این حجم بسیار کوچک چشم 2 میلیون جزء با هم دیگر در حال کار هستن تا ما بتوانیم ببینیم. اجزای بزرگ متفاوتی داره، مثل قرنیه شفاف، مثل عدسی، مثل عنبیه، مثل شبکیه، اینا و چندین جزء دیگر، هر کدام یک وظیفه خاصی داره. مثلا قرنیه که هست از چشم محافظت میکنه، نور رو متمرکز میکنه. عدسی که هست به طور خودکار تمرکز تصویر رو تنظیم میکنه، تصویرها و صورتهایی که اینا رو تنظیم میکنه. عنبیه مقدار نوری که وارد میشه رو کنترل میکنه. شبکیه داخلش 137 میلیون سلول یا حجره وجود داره، یعنی داخل یک چشم اینقدر اجزا وجود داره. اینا همه با هم دیگر به طور هماهنگ و منظم کار میکنن تا ما بتوانیم ببینیم. آیا این تصادفی اتفاق افتاده؟ آیا ماده کار را انجام داده؟ نه خیر، بلکه این طراحی خالق حکیمی است که با این دقت و ظرافت انسان رو به طور کلی، جهان هستی رو به طور کلی، باز انسان رو به طور خصوصی تر، باز چشم انسان و دیگه اعضای بدن انسان رو اینقدر منظم و دقیق و ظریف الله متعال آفریده. مغز انسان رو نگاه کنین، این شگفت آورتره، عجیبتره. داخل مغز انسان حدود 86 میلیارد سلول عصبی وجود داره که هر کدوم از اینها با هزاران سلول عصبی دیگر به ارتباط هستن و اطلاعاتی که میای اطلاعات رو تجزیه و تحلیل میکنن، اینها رو پردازش میکنن و عجیب نظامی هست داخل مغز انسان. خاطرات رو ذخیره میکنن و این همه پیچیدگی در مغز انسان وجود داره، اما میبینیم که انرژی کمتر از یک لامپ خیلی کوچک مصرف اینا می باشه. یا یک سلول رو در نظر بگیریم که داخل یک سلول دنیای حرف وجود داره که عجیب الله متعال طراحی و صنعت و هنر عجیب را الله متعال به خرج داده. میگن که در هر سلولی که داخل بدن هست نوار دی ان ای وجود داره که طول او تقریبا به اندازه 2 متر است و این قدر فشرده شده است داخل هر سلول و این نوار شامل تقریبا 3 میلیارد حرف هست که اینا همه به طور ژنتیکی رمزهای ژنتیکی می باشه و وظیفه اینها نمیفهم ذخیره اطلاعات هست، تکثیر هست، ترجمه اطلاعات، عجیب وظایف اینها به عهده دارن. وقتی که انسان بررسی میکنه که داخل یک سلولی که با چشم دیده نمیشه اینقدر دنیای حرف وجود داره، آیا این خود به خود آفریده شده؟ آیا امکان داره که خود به خود به وجود آمده باشه؟ هرگز و هرگز. یک کامپیوتری که سیستم او قدر پیچیده نیست، این امکان نداره که خود به خود اتفاق بیفته. آیا این سلول، این مغز انسان، این چشم انسان که اینقدر در اونها ظرافت و پیچیدگی وجود داره، آیا امکان داره که اینها خود به خود به وجود آمده باشه؟ حاشا و کلا، هرگز و هرگز. اگر کسی بگه که اینا به طور تصادفی اینطور شده، این مثل میمانه که کسی داخل یک بیابان یک موبایلی پیدا بکنه، بعد از اون چی بگه؟ بگه که این موبایل به طور تصادفی از این ذرات شن و ماسه و ریگ و اینا که کنار هم دیگر آمده این موبایل درست شده. همه به عقل چنین انسانی میخندن که چطور امکان داره که این موبایل توسط ذرات شن و ماسه و ریگ و اینها به طور تصادفی و اتفاقی به وجود بیاید. امکان نداره چنین چیزی. وقتی که یک موبایل امکان نداره که این چنین به وجود بیاید، آیا این جهان هستی با این همه نظم، این انسان با این همه نظم و ظرافت و طراحی دقیق
آیا امکان داره که به طور تصادفی وجود بیه؟ حاشا و کلا، هرگز و هرگز. یکی دیگه از دلایل اثبات وجود الله متعال دلیل هدایت هست. یک دلیل بسیار تأثیرگذاری هست که الله جل جلاله تمام مخلوقات رو به شمول انسانها و حیوانات همه رو یک هدایت عمومی کرده اونا رو. یعنی چی؟ اونا رو به سمت و هدفی که اونا رو آفریده الله متعال اونا رو هدایت کرده، سوق داده. مثالهای متنوعی رو خواهیم گفت و آیه قرآن کریم هم به طرف دلیل اشاره داره. میفرماید ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. پروردگار ما او ذاتی است که برای هر چیزی آفرینش او رو بخشید، بعد از او رو هدایت کرد. یعنی الله جل جلاله هر کدام رو به سمت اهداف او هدایت کرد. سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله آفرید، سنجید و بعد از او هدایت کرد. در غریزه انسانها و حیوانات همه این رو قرار داد، اونا رو به سمت اهدافی که داشته اونها رو راهنمون ساخت. به طور مثال طفلی که تازه به دنیا میایه، متولد میشه، بلافاصله بعد از تولد خودش گریه میکنه. بلافاصله وقتی که گرسنه میشه میایه و پستان مادر رو میمکه، در حالی که نه برش آموزشی داده شده، نه تمرینی دیده. این الله است که در دل او انداخته که چطور پستان مادر رو به دهان بگیره و باز چطور این شیر رو بمکه و این شیر رو جذب خودش بکنه. اینا رو الله جل جلاله در این طفل خردسال کرده. آیا ماده میتونه این کار رو بکنه؟ آیا به طور تصادفی اتفاق افتاده؟ حاشا و کلا. آیا حتمی بوده که باید به همین شکل باشه و بس به شکل دیگر نباشه؟ خیر، بلکه این در حقیقت و هدایت الله جل جلاله است که او رو هدایت کرده، رهنمون کرده، او رو متوجه کرده که وقتی که گرسنه میشی باید گریه کنی، باید پستان مادر رو بگیری و شیر بمکی. یا مثلا ما پرندگان مهاجر داریم که این پرنده های خیلی کوچک سفرهای بسیار طولانی انجام میده. مثلا یک پرندی هست به اسم آلباتروس، مسیری تقریبا بیش از 10,000 کیلومتر این در سفر خودش طی میکنه. از کشور نیوزلند شروع میشه سفر او تا کشور شیلی، بر روی اقیانوس آرام، بر روی یک دریایی که آب است و آب است، اقیانوس همه آبه، اما همینطور بر اساس یک خط مستقیم حرکت میکنن. هر ساله این کارشان است، از نیوزلند به شیلی، از شیلی باز به نیوزلند، بر روی یک خط مستقیم و برابر. یا مثلا پرنده دیگری از پرستوی دریایی، از قطب شمال تا قطب جنوبی چیکار میکنه؟ سفر میکنه. مسیر رفت و برگشتی بیش از 70,000 کیلومتر هست. گم نمیشن اینا، از قطب شمال میرن به قطب جنوب، باز از قطب جنوب به قطب شمال. حالا کی است که اینا رو اینطور راهنمون کرده که اینطور سفر باید بکنن، از این مسافت‌های طولانی برن، گم نشن، مسیر خود رو اشتباه نکنن؟ و جالب اینجا است که اینا گویا که در این سفرهای خود از سیستم‌های بسیار پیچیده‌ای استفاده میکنن. مثلا اینا متوجه میشن که مثلا میدان مغناطیسی زمین چطور هست، از خورشید و ستاره ها به عنوان قطب نما برای خودشان استفاده میکنن. نشانه های جغرافیایی که وجود داره اونا رو میتونن تشخیص بدن. اینا گویا که پیششان ساعتی است که وقت خود رو تنظیم میکنن. یعنی الله جل جلاله در نهاد اونها این رو قرار داده که اینا بتونن هجرت بکنن، مسیر خود رو اشتباه نکنن، درست برن، درست به سر جای اول خودشان برگردن. جالب اینجا است که حتی پرنده های جوانی که تا به حال اصلا مهاجرت نکردن، میبینن که بدون آموزش، بدون راهنمایی مسیر خود رو میتونن پیدا بکنن. چرا؟ الله در اونها قرار داده ای رو. یا مثلا در دنیای حشرات و اینها اگر نگاه بکنیم، زنبور عسل کی برای یاد داده؟ به کدام پانتون و دانشگاه درس خوانده که زنبور عسل برای خودش اینطور کندوهای 6 ضلعی با زاویه‌های 120 درجه بسیار دقیق برای خودش کندو بسازه؟
و این شکل 6 ضلعی بهترین حالت است که و بیشترین مقدار عسل رو ذخیره میکنه و یک استحکام بسیار بالایی داره. کجا یاد گرفته؟ کی برای درس داده؟ معلوم بشه که الله جل جلاله در طبیعت او قرار داده. از کجا او میفهمیده که باید بره به سر گلها و درختها و میوه ها بشینه و بیای عسل تولید بکنه؟ الله جل جلاله هست که در او این رو قرار داده و در حقیقت او هدایت الهی شده. و همینطور عنکبوت رو نگاه کنیم، یک طراحی هندسی عجیبی الله جل جلاله رو قرار داده که تار خود رو چطور میتنه. میبینیم که چقدر این تار عنکبوت استحکام داره. درست است که خانه عنکبوت رو الله جل جلاله فرموده ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سسترین خانه ها خانه عنکبوت است، اما خود تارهای عنکبوت بسیار قوی است، بسیار استحکام داره. حالا میبینیم که این عنکبوت و اینطور تارهای بسیار ظریفی که من و شما مشاهده میکنیم برای خودش چقدر میتونه که از این تارها برای حرکت خودش استفاده بکنه، برای شکار کردن و به دام انداختن شکار خودش استفاده بکنه. حالا این عنکبوت از کجای یاد گرفته که باید همینطور تار بتنه و همینطور شکار بکنه؟ این رو الله جل جلاله در او قرار داده. این هدایت فطری الله جل جلاله هست که الله رو متوجه کرده. یک ماهی است به اسم ماهی سالمون که ماده نمیتونه که کاری رو تفسیر بکنه، توضیح بده. جالب اینجا است که این ماهی پس از این که تولد میشه میره به داخل اقیانوس ها، سالیان سال داخل اقیانوس هسته، بعد از سالیان سال برمیگرده دوباره به همون رودخانه اولی که در اونجا متولد شده. از کجا رودخانه اولی خود رو پیدا میکنه؟ دانشمندان میگن که یک حس بویایی بسیار عجیبی داره این ماهی و همون بوی رودخانه اولی که در اونجا متولد شده، همون بو در مشام وجود داره و بعد از سالیان سال باز دوباره برمیگرده به همون رودخانه اولش. حالا این رو آیا تعلیم گرفته؟ آیا کلاس درس بوده؟ نه خیر، الله جل جلاله در دل او انداخته و الله رو هدایت فطری کرده که دوباره برگرده به سر رودخانه اولی که در اونجا متولد شده. اینها تصادفی نیست، اینها اتفاقی نیست، بلکه اینها مداوما و همیشه با تکرار انجام گرفته. مثال های متنوعی که ذکر کردم، از زنبور عسل گرفته تا عنکبوت تا پرنده های مهاجر تا ماهی سالمون، اینها نتیجه هدایت الله جل جلاله می باشه که الله اینا رو به شکل هدایت کرده. خب وقتی که الله جل جلاله این پرنده ها، این حشرات، این خزنده ها، این حیوانات رو در دل اونها قرار داده و اونها رو به سمت و هدفهایی که دارن اونها رو راهنمایی کرده و این نتیجه تصادف و اتفاق اینا نمیتونه باشه، همون الله انسان رو هم هدایت کرده، انسان رو هم راهنمایی کرده و در فطرت انسان هم قرار داده که باید از همون اول انسان بدانه که یک خالقی وجود داره. یعنی ملحدین بیعقل ترین و نادان ترین انسان های روی زمین هستن که این همه نشانه ها رو نمی بینن. چرا؟ چون اونها چشمشان خراب شده، قلبشان خراب شده، مغز و فکرشان خراب شده. این مثل این میمانه که یک شخصی می آمد از هواپیما پایین شد، بلافاصله ژیمناستیک کار بود، سر دستای خودش را می رفت. بعد از او به دور و بریا خود گفت چرا همه مردم سرچپه هستن؟ چرا همه مردم سرچپه را میرن؟ آخه یکی بیرون گفت که همه مردم سر راسته هستن، درست سر پای خود را میرن. تو سرچپه هستی، تو داری سر دستای خود خورن، چون تو مشکل داری فکر میکنی تمام عالم همه مشکل. حالا انسان ملحد این همه دلایل در وضوح اونا و در قوت اونا هیچ عیبی نیست، هیچ مشکلی نیست، اما مشکل در چشم او هست که دلایل رو نمیتونه ببینه، دلایل حقیقی رو نمیتونه ببینه. الله جل جلاله میفرماد فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. این چشم ظاهریشان کور نمی باشه، بلکه او چشمی که در قلبشان می باشه او چشم بصیرتشان کور هست.
و نمیتونن که حقیقت رو ببینن. به خاطر است که ما همیشه در نماز خود ما وقتی سوره فاتحه میخوانیم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو هدایت کن. یعنی همون هدایتی که تو در ما قرار دادی، خدای ما رو بر همون ثابت قدم نگه دار، ما رو استوار قرار بده. یکی دیگر از دلایل اثبات وجود الله متعال دلیل آیات انبیاء علیهم السلام هست. آیات انبیاء علیهم السلام اون معجزاتی است و او دلایلی است که به دست انبیاء علیهم السلام ظاهر شد. این دلیل یک ویژگی خاصی داره که در ضمن این که صداقت پیامبری که به دست او معجزه انجام گرفته رو نشان بده، در ضمن به اثبات وجود الله متعال هم میپردازه. مثلا وقتی که دریا برای حضرت موسی علیه السلام شکافته شد، این هم میتونه معجزه‌ای برای خود موسی علیه السلام قرار بگیره و دلیلی باشه برای اثبات پیامبری حضرت موسی علیه السلام، و همچنین این میتونه دلیلی بر وجود الله جل جلاله باشه که الله متعال پیامبر خودش رو فرستاده و برای اینکه صداقت پیامبر خودش رو ثابت بکنه به دست او یک معجزات و یک دلایل واضح و آشکاری رو انجام بده تا دیگران رو عاجز بکنه. پس معجزات انبیاء علیهم السلام در حقیقت به یک تیر دو نشان زدن است. هم صداقت نبی وقت رو ثابت میکنه و هم دلیلی است بر اثبات وجود الله متعال. اولا باید دقت بکنیم که در قرآن لفظ معجزه به کار نرفته. برای امور خارق العاده که انبیا انجام میدادن لفظ معجزه به کار نرفته، بلکه همیشه آیات آمده. آیات وقالوا لولا نزل عليه آیه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آیه. مشرکین گفتن اون معجزاتی که ما پیشنهاد میکنیم اونا رو چرا پیامبر نشان نمیده؟ الله جل جلاله فرمود که الله میتونه که این معجزات رو نشان بده. پس برای معجزه در قرآن و سنت لفظ آیه به کار رفته. معجزه یک اصطلاحی است که بعدی ها به کار بردن. حالا آیات انبیاء علیهم السلام به دو نوع است. یکی او معجزات خارق العاده ایشان، مثلی که برای موسی علیه السلام دریا شکافته شد، عیسی علیه السلام مرده ها رو زنده میکرد، ماه توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم دونیم شد، شتر به دعای حضرت صالح علیه السلام از داخل کوه بیرون شد. اینا همه معجزات خارق العاده است. این نوع اول آیات است. نوع دوم آیات غیر خارق العاده است. مثل چی؟ مثل صداقت انبیاء علیهم السلام، مثل امانتداریشان. در طول تاریخ زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قبل از نبوت و چه بعد از نبوت هیچگاه ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ گفته باشن. این خودش یک نوع معجزه است. هیچگاه دروغگویی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده. چرا؟ بخاطر که پیامبر خدا است. اگر دروغ از اونا ثابت میشد هیچ کس باور نمیکرد حرفشان رو. خلاصه ای که معجزات انبیا دلیلی بر وجود الله متعال است و ماده و کسایی که قائل به ماده هستن اونها نمیتوانند که به هیچ نحوی این معجزات انبیا علیهم السلام و این امور خارق العاده رو توضیح بدن. چرا؟ چون اونها به چنین امور خارق العاده اصلا باور ندارن. به هر حال این معجزات انبیا علیهم السلام این دلیلی است بر اثبات وجود الله. بله، الله وجود داره، الله پیامبری فرستاده و الله به خاطری که صداقت پیامبر خود رو نشان بده به دست او یک سری امور خارق العاده ظاهر کرده. خارق العاده یعنی چی؟ عادت عمومی رو میشکافه، یعنی برخلاف عادت عمومی است. خلاف عقل نیست معجزات انبیاء علیهم السلام، اما خلاف عادت است. یکی از خلاف عقل که رو محال میگن، معجزات انبیاء علیهم السلام محال نیست، ممکن است. یکی هم از خلاف عادت که رو بعید میگن، بعید. معجزات انبیاء علیهم السلام بعید هست اما محال نیست و خلاف عادت هست اما محال نمی باشه. پس خودش دلیلی است بر اثبات وجود الله متعال که خدا وجود داره، پیامبر فرستاده و برای صداقت پیامبر خودش به دست او معجزه‌ای رو ظاهر کرده تا دیگران رو عاجز بکنه و دیگران قبول بکنن. یکی دیگه از دلایل اثبات وجود الله متعال دلیل اجابت دعا هست و این خیلی واضح و مشهور هست و همه مشاهده میکنن. خیلی وقتا شده انسان در وقتی که به مصیبت و مشکلی برخورده و
دستش از مخلوق کنده شده و هیچ کس نتوانسته برای کمک بکنه. مریضی داشته، دکترها جواب دادن گفتن که به هیچ عنوان خوب نمیشه، اما دعا 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 می‌بینی که مریضی که لاعلاج بوده شفا یافته. ای آیا طبیعتی کار رو کرده؟ آیا تصادفی کار شده؟ نه خیر، بلکه حتما یک ذاتی وجود داره که دعاها رو شنیده و الله متعال او ذات می باشه و اجابت کرده. خب این دلیل که است بر دو نوع شاهد استوار است. یکی مشاهده مستقیم، خود ما و شما مشاهده بسیار زیاد کردیم که در موقعیت‌های خیلی سختی دعا کردیم و دعاهای ما اجابت شده. همین اجابت دعاهای ما دلیلی است بر وجود الله متعال. و همچنین شاهد تواتر، نسل به نسل ما شنیدیم از انواع دینها و آیینها شنیده شده که در موقعیت‌های سختی دعا کردن، دعاهای اونها قبول شده ولو که کافر هم باشه. اما یجیب المضطر اذا دعاه، انسان مضطر رو درمانده ولو که کافر هم باشه اگر دعا بکنه الله جل جلاله دعای رو قبول میکنه. خلاصه این هم دلیلی است بر اثبات وجود الله متعال که مردم او رو فریاد خواندن و او الله متعال اجابت کرد و دعاهایشان رو پذیرفت. این بود دلایلی در رابطه با اثبات وجود الله متعال که در درس ما ارائه کردیم و این دلایل رو چنان که در مقدمات گفتیم این دلایل هر کدام مکمل یک دیگر هستن و یک دیگر رو تقویت میکنن. اینا از هم دیگر جدا و مستقل نیستن، بلکه اینا دلایل همه که دست به دست هم میدن برای انسان یقین قطعی و باور حتمی پیدا میشه که بله الله جل جلاله وجود داره و او خالق ما هست و او هست که زندگی ما رو اینطور منظم کرده، اینطور ترتیب داده و ما رو به سوی اهدافی که قرار داده ما رو راهنمون ساخته و ما از الله هستیم و به سوی الله برمیگردیم. باید الله رو بشناسیم، قانون الله رو بشناسیم و در زندگی خود پیاده بکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.